سلام، من حدیثم، یه مهندس پزشکی که عاشق دنیای شگفت‌انگیز بدن انسانه. تا حالا فکر کردی دستگاه MRI چطور بدون حتی یه برش کوچیک میتونه از درون بدن عکس بگیره؟ نه اشعه‌ای مثل ایکس ری داره، نه دردی نه خطری. ولی تصویرهایی میده که پزشک رو تا عمق مغز و استخوان میبره. ماجرا از یه چیز خیلی ساده شروع میشه. میدان مغناطیسی. MRI با یه آهنربای غول‌پیکر میلیاردها اتم هیدروژن بدن ما رو منظم میکنه. بعد با یه پالس کوچیک رادیویی اون نظم رو به هم میزنه. وقتی اتم ها دوباره به حالت اول برمیگردن سیگنالی میفرستن و اون سیگنال ها توسط کامپیوتر تبدیل میشن به تصویری از درون بدن. حالا هر بار که عکس MRI رو میبینی در واقع داری صدای اتم‌های بدنت رو نگاه میکنی. شگفت انگیزه نه؟ من اینجا تا توی هر قسمت با هم وارد دنیای مهندسی پزشکی بشیم. از پشت پرده دستگاه‌های بیمارستانی گرفته تا فناوری‌هایی که قرار آینده درمان رو تغییر بدن. اگه از این قسمت خوشت اومد منو دنبال کن تا توی قسمت بعدی بریم سراغ راز دستگاه نوارق.